عید قدیر، اینی که در بعضی از تعبیرات گفته شده است که عید الله الاکبر از همه اعیاد بالاتر است، علت این و وجه این چیست؟ در قرآن کریم آیاتی هست که به غیر از مسئله قدیر به مسئله دیگری قابل تطبیق نیست. همین آیه معروف الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این آیه قابل تطبیق با غیر مسئله ای در وزن و اهمیت و اندازه مسئله قدیر نیست. فقط یک چنین مسئله است که میتوانه تعبیر الیوم یئس الذین کفروا من دینکم دربارش بیاد. مخالفین، کسانی